اینجا در مجمع فرهنگی و ورزشی شهر چالپاناتای قرقیزستان رقابت پهلوانان در 12 نوع ورزش‌های رزمی کشتیگیری برگزار شد. در نوع ورزش گوشتنی ملی تاجیکان کمربندی نیز هنرنمایی ورزشگران کشورهای گوناگون بس و جالب و دیدنی صورت گرفت. در بازی‌های جهانی محلی یا سنتی ملت‌های گوناگون زیاده از 10 نمود ورزش‌های رزمی مخصوصاً در گوشتین شامل است و خوشبختانه امروز یک تن از ورزشگران شناخته تاجیک فرهاد انقلوف محض در این نوع ورزش که فعلا تماشا داریم هنرنمایی خواهد کرد، آن هم در مرحله فینالی. پهلوانی تاجیک فرهاد انقلوف در نمودهای گوشتنی کورش و گوشتنی آزاد آذربایجانی خوش درخشید. در رقابت‌ها فرهاد انقلوف بر بهترین حریفانش از جمهوری آذربایجان، مغولستان و قرقیزستان دست بالا شد و به مرحله فینالی راه یافت. این نوع ورزش با گوشتنی آزاد المپی خیلی شباهت دارد، هم از لحاظ فن‌های تکنیکی و هم از جهت قانون و قاعده، بجز اینکه شورت یا شلوار کوتاه ورزشگران همین شبیه بود که ورزشگر ما با اصول‌های پرتابی و برتری کامل بر حریفش غالب برآمد. من اصلا با گوشتنی طرز آزاد مشغول هستم. این گوشتن هم همچنین است. برای همین از تمرین و تیاری‌های خود باوری داشتم که من البته فینال میبرم. از میان ده‌ها ورزشگر سنگین وزن پرقوت که برای مدال طلا تلاش میکردند، تنها به پهلوان تاجیک فرهاد انقلوف میسر شد تا شهد پیروزی بچشد. و تعبیر فرهاد این بازی‌ها نیز در راه همبستگی و مناسبت بین آدمان باعث میشود و در تقویت مهارت و ملکه ورزشگران برای اشتراک در چمپیونات جهان و بازی‌های المپی سازگار خواهد بود. ما همچون ورزشگر همیشه از دستگیری‌های پیشوای ملت شاد هستیم و امروز خیلی خرسند هستم که در مابین 70 دولت جهان پرچم جمهوری تاجیکستان را در جای اول برداشتند و گیمن جمهوری صدا داد. همین طریق با افتخار موفقیت ورزشگری ما میان 70 دولت اشتراک داشته صدای سرود ملی تنین انداخت و پرچم دولتی تاجیکستان برافراخته شد. یادآور میشویم که 4 مدال ورزشگران تاجیک محض از نمودهای ورزشی گوشتنگیری به دست آمدند و یگانه مدال طلا از سومین بازی‌های جهانی اشایری به نام فرهاد انقلوف نوشته شد. نوروز مقیموف، کریم خان بگمتوف از شهر چالپاناتای جمهوری قرقیزستان برای برنامه خبر.